به نام خدا. سلام به شما دوستای خوبم. من وحید رستمی هستم و خیلی خوشحالم که امروز هم تو این ویدیو با من همراه هستید. امروز میخوام در رابطه با راهنمای درون صحبت کنم و بگم که چطور میتونیم از راهنمای درونمون استفاده کنیم برای حل بسیار از مسائل و مشکلاتی که توی زندگیمون ممکنه با اونها برخورد کنیم، که حالا امروز بیشتر توضیح میدیم و در موردش صحبت میکنم. اما قبل از اون میخوام در مورد کتابی صحبت کنم به نام جهان هولوگرافی که نویسنده این کتاب آقای مایکل جالبوت هست. آقای مایکل جالبوت توی این کتاب میگه تمام اطلاعات کیهان در یک دانه شن هم شما میتونید پیدا کنید. در واقع میگه که تمام اطلاعات کیهان در اجزا هست و تمام اطلاعات اجزا در کل هست. یعنی یک ارتباطی هست بین ما و جهان هستی. ما از جهان هستی جدا نیستیم. ما از هیچ رویدادی در جهان هستی جدا نیستیم. ما از هیچ اتفاقی که برامون میفته، هر مسئله که برامون پیش میاد، تمام موفقیت هایی که به دست میاریم، تمام اون چیزهایی که باش برخورد میکنیم جدا نیستیم. ما از هیچ چیز جدا نیستیم. همه چیز در درون ما وجود داره. ما پاسخ تمام سوالات رو داریم. ما اطلاعات کل کیهان رو داریم. فقط باید از خودمون سوالات درستی رو بپرسیم تا به پاسخهای درستی برسیم. شاید به خاطر همینه که عرفا و یک سری شاعرای خیلی قدیمی ما این موضوعات رو درک می‌کردن، این موضوعات رو میگفتن. مثلا مولانا میگفت بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. انگار که ما پاسخ تمام سوالات رو داریم و یک سری شاعرا و عرفای بزرگ به این اشاره کردن و ما میتونیم از این راهنمای درونمون، از اون اطلاعاتی که داریم استفاده کنیم برای حل بسیار از مشکلاتمون. خیلی اوقات آدم‌ها موفق نمیشن به این خاطر که سوالات درستی از خودشون نمیپرسن. مثلا طرف از خودش میپرسه چرا من موفق نیستم؟ چرا من ثروتمند نیستم؟ چرا من رابطه خوبی ندارم؟ چرا من هر چقدر تلاش میکنم به موفقیت نمیرسم؟ چرا من درآمد بیشتری ندارم؟ خب وقتی که شما این سوالات رو از خودتون میپرسید، مغز شما، ذهن شما تلاش میکنه که به شما پاسخهایی بده، ایده‌هایی به ذهن شما برسونه که شما رو آروم کنه. در واقع کار ذهن محافظت از شماست. به همین خاطر پاسخهایی به شما میده که شما رو آروم کنه و بگه شما مقصر نیستید. مثلا به این خاطر موفق نیستید که داخل این مملکت زندگی میکنید. به این خاطر موفق نیستید چون داخل خانواده پولدار به دنیا نیومدید. به این خاطر موفق نیستید چون تحصیلات زیادی نداری و چیزهای به این شکل که در واقع میخواد به شما بگه شما مقصر نیستید و شما رو آروم کنه. تقصیر کار مملکته. تقصیر کار تو نیستی که درس نخوندی، شرایطشو نداشتی. تو نیستی که باعث شده موفق نشی. به این خاطره که خانواده تو هم مثل تو بودن. خانواده تو خانواده موفق نبودن، پس طبیعی که تو موفق نشی. در واقع میخواد با دلایل و ایده هایی که به ذهنتون میرسونه شما رو آروم کنه و بگه شما مقصر نیستید، که شما رو از شک و ناراحتی و عصبانیت دور کنه. اما چرا از خودمون سوالات درستی نمیپرسیم؟ برای اینکه بخوایم از راهنمای درونمون استفاده کنیم و سوالاتی رو که پاسخهاشو درون ما میدونه استفاده کنیم و از خودمون سوالات درستی رو بپرسیم که به پاسخهای درستی برسیم، به ایده‌های درستی برسیم. باید از خودمون بپرسیم چطور میتونم این کار رو انجام بدم. به جای اینکه بگی چرا من موفق نیستم، از خودت بپرس چطور میتونم موفق بشم. به جای اینکه از خودت بپرسی چرا من درآمد بالایی ندارم، از خودت بپرس چطور میتونم درآمد بالایی داشته باشم. به جای اینکه از خودت بپرسی چرا من هر چقدر تلاش میکنم به موفقیت نمیرسم، به اهدافم نمیرسم، از خودت این سوال بپرسی که چطور میتونم در مسیر رسیدن به اهدافم قرار بگیرم، اهدافمو به دست بیارم و حتی توی این مسیر لذت هم ببرم. وقتی که شما این سوالات رو از خودتون میپرسید، با ایده های مواجه میشید، با پاسخهایی از درونتون مواجه میشید که راهنمای شما هستن برای حل مسائلتون. مثلا وقتی که از خودتون میپرسید من چطور میتونم درآمد بیشتری داشته باشم، ایده که به ذهنتون میرسه یا پاسخ رو که از ذهنتون دریافت میکنید چیزی شبیه به این که شما فلان تخصص و فلان مهارت رو هم داری، میتونی ازش استفاده کنی برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشی. تو وقت آزاد زیادی، مثلا از این ساعت تا این ساعت کلی وقت آزاد داری، میتونی شغل دوم هم داشته باشی. تو فلان توانایی رو داری که میتونی فلان کار رو انجام بدی که اگه ازش استفاده کنی میتونی پولهای بیشتری رو بسازی. پس وقتی که ما سوالات درستی رو از خودمون میپرسیم، پاسخهای درستی رو هم دریافت میکنیم.
ازت میخوام انتهای این ویدیو قلم و کاغذ برداری و از خودت بپرسی که چطور میتونم موفق بشم، یا اگر موفقی چطور میتونم موفق‌تر بشم، چطور میتونم رابطه بهتری داشته باشم، چطور میتونم کارهای پیچیده رو ساده‌تر انجام بدم و چیزهای شبیه به این. و هر مسئله که توی زندگیت باش برخورد میکنی به این طریق حلشون کن، بنویس و بهت قول میدم که پاسخهایی رو دریافت میکنی که اصلا شگفت زده میشی. کافیه که یک بار امتحانش کنی تا یاد بگیری که چطور از این به بعد با هر مسئله که توی زندگیت برخورد میکنی بتونی پاسخهای درستی رو از درون خودت پیدا کنی. ببینید دوستان، ما توی جهانی زندگی میکنیم که هر انرژی که به طبیعت میدی همون انرژی رو دریافت میکنه، چیزی شبیه به همون انرژی رو. گفتم توی جهان هولوگرافیک ما از جهان جدا نیستیم، ما و جهان یکی هستیم. به همین خاطر که وقتی یک انرژی رو به طبیعت میدی با انرژی که مشابه اون هست در طبیعت برخورد میکنی، یعنی اون رو جذبش میکنی. وقتی که احساس خوبی داری، دیدی وقتی که حالت خوبه اتفاقات خوب زیاد برات میفته، یک خبر خوب بهت میدن، جاهایی میره با اتفاقات با شرایط برخورد میکنی که اون حال خوب تو رو بیشتر میکنن. اما وقتی حالت بده، با شرایط، با رفتارهایی که از آدما میبینی، با چیزهایی که به ذهنت میرسه، با اتفاقاتی که برات میفته باعث میشه حالت بدتر بشه. چرا؟ چون دقیقاً اون انرژی که تو داری به طبیعت میدی برخورد میکنه با انرژی که در طبیعت وجود داره. البته مسائل کوانتوم فیزیک یه خورده پیچیده است که نمیخوام ذهن شما رو درگیر کنم، اما میخوام همینقدر بدونید ما توی جهان زندگی میکنیم که داره به انرژی هایی که به طبیعت میدیم واکنش نشون میده و این جهان از ما جدا نیست. و برای حل مسائل زندگیمون ما از راهنمای درونمون میتونیم استفاده کنیم، چون ما از جهان جدا نیستیم، چون انرژی که به جهان میدیم بازتابش رو در زندگی خودمون مشاهده میکنیم. به همین خاطر راهنمای درون ما هم بازتابی از اون سوالی هستن که ما داریم ازش میپرسیم. وقتی که سوال درست بپرسی پاسخ درست دریافت میکنی، وقتی که سوال اشتباه بپرسی پاسخ اشتباه دریافت میکنی. امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و سوالات خوبی رو از خودتون بپرسید و پاسخها و ایده هایی که دریافت میکنید حتما راهنمای شما خواهد بود برای حل بسیار از مسائل و مشکلاتی که توی زندگیتون هست و قول میدم که باعث رشد و پیشرفتتون تو هر زمینه‌ای که دارید بهش فکر میکنید باشه. هر جا که هستید شاد باشید، سلامت باشید و ثروتمند. خدایا رو نگهدارتون.